سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. الحمد لله کدسی یو سمینار کې و در اوایل جا دارد که از نهاد کلمات ببینید در عیسویت یک زمان توجه به علم، توجه به پیشرفت، توجه به تکنولوژی این جرم بزرگ بود، بلکه شرک بزرگ بود. علمای عیسویت یا علمای کلیسا یا به اصطلاح صاحبای کلیسا وقتی می‌دیدند یک کسی دستاورد علمی دارد، یک کسی یک موضوع علمی را مطرح میکنه در دنیای ساینس و در دنیای مثلا علوم زیستی یا بیولوژی و دیگر کلیسا یا علمای عیسویت دفعتاً فتوا میداد که آدم مشرک شده. شما تاریخ مطالعه کنید، گالیله، کوپرنیک، این دانشمندای غربی هستند که در مورد کرویت زمین و در مورد مسائل مربوط به اصطلاح جغرافیا و به این مسائل نظر دادن، نظر علمی ارائه کردن. اما کلیسا حکم کرد که مردم مشرک شده، این مردم باید اعدام شود. بالاخره کوپرنیک و گالیله و دیگر اینا آتش زده شدن. اونا دین خود را گذاشتن، دینشان که به اصطلاح دین تحجر بود، دینی بود که با تکنولوژی و با علم سازگاری نداشت، مخالف بود، دین خود را اعلا کردن، مشرک شدن، از کلیسا و از دین خود انکار کردن. هم قبلا استاد بزرگوار شاید ما در اوایل سمینار نبودم، تاریخچه به وجود آمدن کمونیسم و سکولاریسم و دیگر اون از اونمو دیدگاه های سختگیرانه و از به اصطلاح تحجر کلیسان نشأت میگیره. عیسوی‌ها گفتن، مردم غرب گفت این چه قسم دین است، این چه قسم علماست که با تکنولوژی و با زندگی مادی خلاف هستند، بنابراین ما از این دین کافر میشیم، ما این دین را ترک میکنیم، قبول نداریم این دین را. همین کار را کردن، سکولار شدن، کمونیست شدن، لادین شدن. بالاخره در نتیجه همین بیدینی خود رفتن به اصطلاح به دین به علم رجوع کردن و نتیجه شد که امروز اروپا در مریخ چکر میزنه به اصطلاح عوام و ما و شما که پاسدارای علم بودیم، دین ما با علم و تکنولوژی سازگار بود، هماهنگ بود، بلکه توصیه میکرد یک جای نه، دو جای نه، ده ها صدها موارد. ما و شما از دین فاصله گرفتیم، سفارشات دینی را کنار گذاشتیم، بالاخره امروز متاسفانه با این وضعیت و با این حالت مواجه هستیم. تهاب الأسد وطأتنا لأننا